دیگه وجود داره این که اتو اندروید و کارپلی داره. اتو اندروید و کارپلیش هم وایرلسه. ما در مدل P170 داشتیم که نیاز به سیم بود و حتما باید از طریق کابل شارژر می اومدی کارپلی و اتو اندروید انجام میده، اما در این مدل نیازی به کابل نیست و بدون سیم هم میتونی این کار انجام بدید. بخش بعدی بخش نرم افزار هست. برای گوشی اندروید هم کافیه که کابل USB اینجا وصل کنید. ببینید بدون اینکه برنامه خاصی استفاده بشه وصل میشه به گوشی و از گوشی اندروید اجازه دسترسی میخواد که تشخیص داده برای اتو اندروید هست. شما اجازه دسترسی رو صادر میکنید و بعد ببینید چند لحظه صبر میکنیم تا خود مانیتور آنالیز کنه. یه بار اوکی رو میزنیم روی صفحه نمایش. ببینید اتو اندروید الان به راحتی کار میکنه. برای گوشی اندرویدی این شکلیه. همه اپلیکیشن مثل آیفون، واتساپ، تلگرام، قسمت تنظیمات، اون چیزایی که لازم باشه این قسمت هست و اینجا میتونید تماس تلفنی رو برقرار کنید. باز این طرف میتونید با گوشی کار کنید بدون اینکه ربطی به مانیتور داشته باشه.